دوستان عزیز، ما یکی از علاقه‌مندان به جناب استاد اکبر گلپا هستیم. ایشون از سمنان تشریف آوردن به مراسم استادی. دفترچه دارن. من گفتم که بابا اسم فرمایید می‌فرمایید و بگید که این چی هستش دفترچه؟ میشه به من نشون بدید؟ آواز استاد اکبر گلپایانی در مورد حضرت امام علی علیه السلام. بله. من داوود قیمی از استان سمنان. خب شما اینا رو خودتون علاقه داشتید نوشتید همه؟ من از کوچگی علاقه داشتم. از چه زمانی شناخت استاد گلپا؟ از چه زمانی شناختید شما؟ چند سال؟ 17 سالگی. از 17 سالگی. یعنی چند دهه هستش که شما با استاد گلپا زندگی می‌کنید. ان شاءالله خدا به خودتون و خانواده‌تون عمر با عزت بده. در دست‌نوشته خودتون هستش. بله. میشه ورق بزنید یه لحظه؟ خیلی لطف کردید. ان شاءالله سرفراز باشید همیشه.